خب با سلام خدمت هنرستانی های عزیز. چون تابستون و فشار آب کم هست و همه دنبال نصب پمپ آب هستن، چند تا نکته رو بگم. به هر حال کسانی که تو هنرستان هستن باید فنی باشن و حتما رشتهشون تأسیسات نباید باشه. اینا رو بدونین. کسی میاد براتون پمپ نصب میکنه یا خودتون میخواین این کارو انجام بدین، این نکات رو رعایت کنین. اول اینکه یک فاصله 20 سانتی بین پمپ و ست کنترلتون بذارین، چون امواجی که اینجا ایجاد میشه به ستتون به بردش آسیب نزنه. حتما محافظ بذارین، نوسان برق زیاده، ستتون آسیب نبینه. منبع بساط حتما نصب بشه، به خاطر اینکه یک حجم کم آب که استفاده میکنین دیگه نیاز نباشه پمپتون روشن خاموش بشه و استهلاک پمپتون زیاد بشه. حجم کم آب توی انبساط هست و پمپ شما خاموش روشن نخواهد شد. حتما بایپس بذارین. اگه یک زمانی به هر دلیلی پمپتون مشکل داشت یا مخزن مشکلی براش پیش اومد، اینجا میتونین دوتا شیر رو ببندین، بایپس رو باز کنین تا حالا حداقل آب با فشار کم و داخل منزل داشته باشین.